حتما شما همین توصیه رو شنیدین. برای اینکه حس بهتری نسبت به خودتون داشته باشین، کافیه جملات مثبت رو با خودتون تکرار کنین. همون چیزی که بهش میگن افرمیشن. شاید حتی خودتونم این کار رو کرده باشین. مثلا جلوی آینه ایستادین و به خودتون گفتین من آدم خوبیم، من آدم باثباتیم. به نظر یه راه ساده و بی‌ضرر برای تقویت روحیه میاد، نه؟ اما چی میشه اگه بهتون بگم این کار، به خصوص اگه واقعا عزت نفس پایینی داشته باشین، میتونه دقیقاً نتیجه عکس بده. یعنی نه تنها حالتون رو بهتر نکنه، بلکه بدترش هم بکنه. خب بیایم ببینیم علم در این باره چی برای گفتن داره. برای اینکه بفهمیم قضیه از چه قراره، میریم سراغ یه پژوهش علمی خیلی جالب که دقیقاً همین تکنیک تکرار جملات مثبت رو گذاشته زیر ذره‌بین. و نتایج خب واقعاً تکون دهنده بود. همونطور که توی این نمودار می‌بینین، برای اونایی که از قبل عزت نفس بالایی داشتن، این کار یه تأثیر مثبت خیلی خیلی کوچیک داشت. اما حالا به اون یکی ستون نگاه کنین، برای کسایی که عزت نفس پایینی داشتن، یعنی دقیقاً همون گروهی که فکر می‌کنیم بیشتر از همه به این تکنیک‌ها نیاز دارن، حالشون به شکل چشمگیری بدتر شد. بله، بدتر. آخه چرا همچین اتفاقی میفته؟ روانشناسا به این میگن اثر بازگشتی. ببینید، وقتی شما سعی میکنین یه فکر مثبت و به زور به خودتون بقبولونین، در حالی که ته دلتون یه باور منفی عمیق وجود داره، مغزتون یه جورایی گارد میگیره. انگار که یه صدایی تو سرتون میگه کی رو داری گول میزنی؟ تو که اینجوری نیستی. و نتیجهش این میشه که اون باور منفی اولیه حتی از قبل هم قوی‌تر میشه. این اثر بازگشتی به همون نشون میده که مشکل خیلی عمیق‌تر از این حرفاست. مشکل اینه که ما خیلی وقتا 2 مفهوم کلیدی رو با هم قاطی می‌کنیم. پس برای اینکه موضوع رو بهتر بفهمیم، اول باید بپرسیم تفاوت واقعی بین اعتماد به نفس و عزت نفس چیه؟ و تفاوت کلیدی دقیقاً همینجاست. خیلی ساده است در واقع. اعتماد به نفس یعنی باورتون به تواناییاتون، یعنی اینکه چه کارهایی رو میتونین انجام بدین. اما عزت نفس داستانش فرق میکنه. عزت نفس یعنی این که شما چطور برای خودتون ارزش قائلین. جالبه بدونین که این ایده اصلاً جدید نیست. یا آقایی به اسم ویلیام جیمز که بهش میگن پدر روانشناسی آمریکا، خیلی وقت پیش، یعنی اواخر قرن 19، یه فرمول ساده ارائه داد. حس ارزشمندی شما ترکیبی از شایستگی شما توی حوزه‌هایی که خودتون براشون ارزش قائلین، یعنی اگه توی کاری که براتون مهمه موفق نباشین، اون وقته که عزت نفستون ضربه میخوره. خب سوال اصلی اینه، اگه علم و تحقیق اینو میگه، پس چرا این همه توصیه توی کتابای خودیاری و اینترنت دقیقاً برعکسشو میگن و راهکارهای ساده‌ای مثل افرمیشن رو تبلیغ میکنن؟ جواب این سوال رو میشه توی یه استعاره خیلی جالب از دکتر مگنوس لیندال پیدا کرد. اون میگه مشکل اینه که روانشناسی عامه پسند خیلی وقتا داره با نقشه‌های غلط و قطب‌نماهای خراب کار میکنه. دکتر لیندوال برای اینکه عمق فاجعه رو نشون بده، این مثال فوق‌العاده رو میزنه. گوش کنین، این مثل این میمونه که بخواین جراحی قلب باز انجام بدین، اما با یه مدلی که بهتون میگه داخل قلب یه همستر به اسم هاسه داره روی چرخ میدوه. خب معلومه وقتی مدل اولیتون اینقدر پرت و اشتباه باشه، نتیجهش چی میتونه باشه جز فاجعه؟ چون واقعیت اینه که عزت نفس یه دکمه نیست که بزنیم و روشن بشه. نه، بیشتر شبیه یه پروژه ساختمونه که کل عمر طول میکشه. پایه‌هاش توی بچگی گذاشته میشه. بعد حدود 9 تا 11 سالگی وارد مرحله مقایسه میشیم و خودمون رو با بقیه میسنجیم. فشارهای دوران نوجوانی این ساختمون رو حسابی به چالش میکشه و در نهایت توی بزرگسالی هم ما دائما در حال بازسازی و اصلاح اون هستیم. این فرایند یه خط صاف نیست، بیشتر شبیه یه بازی پینباله. ژن‌های ما توپ رو شلیک میکنن، اما این محیط و تجربیات ماست که بهش ضربه میزنه و مسیر نهاییشو مشخص میکنه. و این ما رو میرسونه به مهمترین نکته کل این بحث. تحقیقات نشون میده که شاید مهمتر از این که سطح عزت نفس شما چقدره، اینه که اون رو روی چی بنا کردین. به این میگن وابستگی‌های عزت نفس. از خودتون بپرسین، حس ارزشمندی من به چی گره خورده؟ به چیزای باثباتی مثل شایستگی توی کارهایی که برام مهمن، روابط سالم، یا پایبندی به اصول اخلاقیم، یا به چیزهای شکننده‌ای مثل ظاهرم یا اینکه دیگران در موردم چی فکر میکنن؟ پس هدف نهایی یه تقویت سریع و مصنوعی نیست که با چند تا جمله به دست بیاد. نه. هدف ساختن یه فونداسیون محکم، باثبات و واقعیه.
یه حس ارزشمندی که از درون خودتون بجوشه، نه از تکرار کلماتی که ته دلتون هیچ باوری بهشون ندارین. پس در نهایت شاید ما تمام مدت داشتیم سوال اشتباهی رو از خودمون میپرسیدیم. سوال واقعی این نیست که چطوری میتونم سریع عزت نفسم رو بالا ببرم، بلکه اینه که من امروز انتخاب میکنم که حس ارزشمندی خودم رو روی چه پایه‌هایی بنا کنم. این سوالیه که جوابش واقعاً میتونه همه چیز رو تغییر بده.